قدرت نمایی ترک ها اینجا در شهر شوشا، مرکز ناگورنو قره‌باغ، منطقه‌ای که آذربایجان به زور آن را از ارمنستان پس گرفت. اعضای سازمان کشورهای ترک این بار نشستشان را در همین شهر برا انداختند تا به اهمیت اتحاد کشورهای با جمعیت ترک تاکید کنند. اتحادی که مثل شهر شوشا از قلمرو کشورهای عضو محافظت کند. این سازمان در سال 2009 با همین هدف تأسیس شد. میزبان این نشست الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، جلسه را با موضوع ساختن آینده پایدار و متصل کردن کشورهای ترک برای تسهیل حمل و نقل آغاز کرد. نشستی که برای اولین بار در این سطح نام ترک تباران افغانستان هم در آن مطرح شد. به قول رئیس جمهور ازبکستان، افغانستان با میلیون ها ترک فراموش شده و کشورهای ترک باید رویکرد مشترک و واحد در قبال افغانستان روی دست گیرند. متاسفانه به دلیل تشدید جنگ‌ها و درگیری‌ها در سایر مناطق جهان، افغانستان که میلیون‌ها ترک در آن زندگی می‌کنند از دید جامعه جهانی خارج شده است. کشورهای ترک باید رویکرد مشترک و واحد را در قبال افغانستان در دستور کار خود قرار دهند. ازبکستان به کمک‌های خود به مردم افغانستان ادامه خواهد داد، اما بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان به بهبود وضعیت در این کشور کمک خواهد کرد. اعضای کشورهای سازمان ترک برای رسیدن به ادغام جهان ترک با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی مشترک بار دیگر توافق کردند. ارزش‌هایی که در حدود 15 سال گذشته این رهبران را گرد یک سفره جمع کرده و آن را آهسته آهسته به یک سازمان معتبر بین‌المللی مبادل کرده است. سازمان کشورهای ترک 5 عضو اصلی دارد: ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان. اعضای ناظر شامل ترکمنستان، مجارستان و قبرس است. برخی از کارشناسان میگویند رویای اتحاد کشورهای دارای جمعیت ترک به سادگی تحقق یافتنی نیست و رهبران چنین کشورهای مسیر طولانی و دشواری در پیش خواهند داشت تا یک اتحاد معنادار و پرقدرت را شکل بدهند. حمید فهیم، لندن.